سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. من دستم امروز اومدم با یه ویدیو خب کانال دیگه براتون. امروز تو این ویدیو قراره یه راهکار و یه روشی رو تست کنیم که بتونیم بهترین FPS و بهترین سنس و بهترین تنظیمات و کانفیگ خودمون رو برای سیستممون پیدا کنیم. این روش تحقیقات خیلی زیادی توسط خودم انجام گرفته و کد این فایلی که قراره بهتون بدم که بتونید گیم خودتون رو بهتر کنید رو خودم هم نوشتم که میتونه فیزتون بهتر کنه، پینگتون رو ثابت و کمتر کنه، حتی روانی صفحه بهتون بده، تنظیمات و کانفیگ مخصوص گیم بهتون میده که یه تنظیمات ثابتیه که میاد بهترش میکنه براتون. حتما لایک و سابسکرایب کنید که بتونین بچه‌ها سابسکرایب خیلی کمه و سابسکرایب کنید تا انرژی بده تا بتونیم با قدرت بیشتر محتوا تبدیل کنیم به تمام به اوج خودش برسونیم. Let's go بریم سراغ ویدیو. خب بچه آمدیم با آموزش استفاده از فایل. این فایل من براتون حتما میذارم لینکش توی دیسکریپشن، برید دانلود کنید یا چند تلگرامی لینک که مستقیم پیدا میکنم براتون میذارم. حتما فایلی که دانلود کردیم این یه فایل زیپ برای بهتون تحویل داده میشه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش بگم این فایل کاملا حرفه‌ای ساخته شده و متناسب با همه سیستم هاست. برای موبایلش پارت 2 میسازیم و برای موبایل یه کانفیگ این شکلی حتما میسازیم. اگه هم خواستید یه تغییرات یا تست چیزی توی این بخش ها هست توی کامنت بنویسید، حتما انجامش میدم. خب بچه‌ها این فایل رو من میخواستم ادامه حرفم بگم این فایل خیلی حرفه‌ای ساخته شده، اصلا نترسید که بشه بگید آقا من توی بازی آنلاینم بند بشم. حالا فری فایر که پلی میدید توی استیم، بازی های استیم مثل سیسکو، پابجی، اینا پلی، خلاصه هر بازی آنلاینی که پلی میدی این فایل به 100% کامل به درتون بخوره، جوری اپتیمایز شده برای همین بازی ها کار میده و اصلا دخولی توی خود بازی نداره. فقط تنظیمات ویندوزتون جوری تغییر میده که متناسب خودتون باشه. ما متناسب یه گیمریم و متناسب گیممون ساخته میشه و اصلا دخالت نداره و کاملا سیفه و میتونید اکانت اصلیتون یا هر اکانتی که دوست داشتید تست کنید. خب بریم سراغ آموزش استخراج. اکسل حالا بزنید اینجا بد نیست، نه همین وینا رو بزنید خوب تره. فایل رو که اکسل می‌کنید یه پوشه به شما داده، پوشه رو باز میکنید، یه فایل نوشته فول اپتیمایز تد، یعنی تمام آپشنات که اسم منه. این فایل رو ران میکنید. الان احتمالا صفحه برای شما سیاه شده، اصلا برای من سیاه شده، میشتن شما الان یه صفحه سیاه میبینید احتمال زیاد. اگر هم صفحه سیاه میبینید پنجره میبینید. توی ویدیو اینجوری وقتی شما فایل رو ران کنید یه yes or no میاد بالا. الان من زدم، اگه yes رو بزنید تنظیمات اوکی میشه. من چون قبلا زدم no رو میزنم. شما باید yes رو بزنید، همون لحظه بدون هیچ چیزی براتون اوکی میشه. شما باید 100% سیستم بعد از اینکه یه سیستم خودکار توی میلی ثانیه اوکی میشه، نیاز نیست صرف کنید. بعد از اینکه فایل رو اجرا کردی شما باید 100% ویندوز رو ریستارت کنید و سیستمتون رو ریستارت کنید که تنظیمات کامل بشه. یعنی تنظیمات رو شما زدید برای اینکه مهلت بدید به سیستم این تنظیمات رو ست کنه که مهلتش خیلی کمه. توی همون بالا اومدن ویندوز 100% همون میشه. مثلا اینجوری نیست بگیم صبر کنم ویندوز هم دیگه تر بالا میاد، اصلا اینجوری نیست، چون تنظیمات روی میلی ثانیه همین الان ست شده. شما باید ریستارت کنید که بیاد اون تنظیمات رو یه جوری بروز کنید و اعمال کنید روی سیستمتون. وقتی که سیستمتون رو ریستارت کردید احتمال داره موستون یکم تغییر کنه، مثلا توی سرعت، نرمی اون چیزها تغییر کنه که بهترین حالتش رو براتون میدن، مثلا نترسید. و اگه هم تغییر این اگر مشکلی نیست چون توی بازیتون تغییر اصلی رو میبینید و حسش میکنید، پینگ ثابت، پینگ پایین، البته FPS بالا و FPS خیلی خوب، روانی صفحه، بهتر شدن تنظیمات سنسیتیویتی بازیتون. اینم بود از آموزش امروزمون. امیدوارم از آموزش خوشتون باشه. اگه از این آموزش براتون کار کرد حتما توی کامنت ها بهم بگید، یا اگه چیزی نسخه خلاقانه داری برای رجدید که من میتونم کدش رو براتون بزنم و توی فایل رجدید بزنم و توی یه ویدیو براتون آپلود کنم. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. حتما پارت دومشو بنوانه. اگه استقبال بشه از این پارت دومشو بنوانه، برای موبایل 100% ساخته میشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. خیلی خوشحال شدم که باهاتون بودم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.